تاجیکستان کشور محصور در خشکی در آسیای میانه قرار دارد. این کشور از شمال با قرقیزستان، از شرق با چین، از جنوب با افغانستان و از غرب با ازبکستان همسایه است. پایتخت آن شهر دوشنبه است. تاجیکستان حدود 10 میلیون نفر جمعیت دارد و زبان رسمی آن تاجیکی شاخه از زبان فارسی است. مردم این کشور بیشتر مسلمان هستند و فرهنگ آن به شدت تحت تاثیر میراث فارسی قرار دارد. جغرافیای تاجیکستان بسیار کوهستانی است. رشته‌کوه‌های پامیر بخش بزرگی از این کشور را پوشانده و به همین دلیل به تاجیکستان لقب بام دنیا دادند. این کشور منابع طبیعی متنوع دارد، از جمله طلا، نقره، آلومینیوم. تاجیکستان در سال 1991 استقلال یافت و پس از آن وابسته است. دوره از جنگ داخلی را تجربه کرده و پرفراز و نشیب است. امروزه تاجیکستان با بخشی از چالش‌های بزرگی وزیرساختی سامانیان تلاش می‌کند با بعد تحت سلطه شوروی بوده است و گردشگری کوهستانی را گسترش دهد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ویدیو را لایک و کامنت ما را سابسکرایب کنید.